السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میگویند آیا زن بدون محرم از خانه به روسیه رفته میتواند پیش شوهرش؟ مسئله بدون محرم سفر کردن اصل حرام است. پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتند که لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم و لیله الا و معها ذی محرم. برای زنی که به الله و رسولش و به روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که به سفری که مسافه یک شبانه روزه دارد بدون محرم سفر کند. یعنی محرم پدرش، برادرش، دادرش، شوهرش، فرزندش، پسرش، مثلا پسری بالغش، همین گونه با شخصی محرمش زن باید سفر کند. اگر مسافه سفر مسافه باشد که از یک شبانه روز زیاد باشد. یک شبانه روز در نزد جمهور علما 82.5 کیلومتر است. در نزد مذهب امام ابو حنیفه به یک قول 120 کیلومتر، به یک قول 240 کیلومتر است. یعنی از این کم باشد زن میتواند به محرم سفر کند. برای از این زیاد به محرم سفر کردنش اصل حرام است. حتی در مذهب امام ابو حنیفه برای حج هم حرام است. زن بدون محرم به حج رفته نمیتونه. اگر رفت و نرود به همین خاطر مال دارد، سلامتی دارد ولی محرم ندارد که همراهش رد، و برای محرم، برای خراجات محرم قدرت ندارد، روز قیامت علما میگن الله تعالی این زن را برای حج نکردنش نمیپرسد، بلکه او معذور حساب میشد. برای اینکه پروردگار را برای محرمم امکان نداشتم یا محرم نداشتم، برای این سفر نکردم بود، الله سبحانه و تعالی او را جزا نمیدهد میگوید. و بعضی علما رحمت الله علیهم مسئله با هواپیما پرواز کردن، مثلا اصلی مسافه 5000 کیلومتر است لیکن با هواپیما در مدت 3 ساعت رسیده می رود. آیا به همین مقدار سفر بدون محرم سفر کردن اجازت است؟ از مثلا از کشور برادرش به هواپیما شنانده میموند، از آنجا شوهرش قبول میکند. اصل و اکثر علما میگن حرام است، برای اینکه مسافه اعتبار است. میگن 5000 کیلومتر است مسافه، از 82.5 کیلومتر یا از 120 کیلومتر زیاد است. زن باید به محرم سفر نکند. و قول به احتیاط نزدیک، این همسر خود را بدون محرم به سفر نفرستانیدن است. خواه سفر عبادت باشد، خواه سفر تجارتی و مهنت، باید خوب است که همراهش محرمی از محرم ها سفر کند و الله تعالی ایوزی نیک میدهد. وقتی که به خاطر الله شده یک چپته دیگر برای پدرتان یا برای برادرش یا برای پسرتان که اگر بالغ باشد خرید و همسرتان را بدون محرم فریاد نکنید، این به الله سبحانه و تعالی عملی پسند است و الله تعالی این عمل شما را به مکافات نمیماند. و علل خصوص در این زمانه که مردهای فاسق و فاجر زیاد شدند و به هر یک زنی که دیدند که در برش محرمش نیست یک سخنی ناجا میگویند، در این زمانه علل خصوص احتیاط افضل است و بی محرم زن را به سفر نفرستانیدن مطلوب است. والله اعلم.